اسلاید رو ببینید. وارد سگانه ترس شدیم. یه سگانه ترس بهتون امروز میدم، یه دوگانه غم میدم و یعنی پارت تموم میشه. گفتیم که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون فرمایش خدا درباره ابر انسان هاست. یک قسمتش درباره ترس بود، یک قسمتش درباره غم بود. اون قسمتی که درباره ترس بود رو یه کوچولو بررسی کردیم، اومدیم جلو تا به سگانه ترس رسیدیم. ت، ر و س، یا به تعبیر دیگه تا، را و سین رو قرار ما در این پارت بررسی کنیم. خیلی سریع با من بگید چالش نخوریم. تا که گفتم میگی تبعیت از شیطان، را که گفتم میگی رد شدن از خاطرات، سین که گفتم میگی سرعت. آماده ای؟ تا، را، سین، را، تا، سین، دال. دال نداریم، حواستون جمع. بریم سراغ تا، تبعیت از شیطان. ترس، تش میشه تبعیت از شیطان. سگانه مهم ترس. 3 تا نکته مهم، 3 تا محور مهم، 3 تا ستون مهم. سگانه یعنی این. تبعیت از شیطان شما را در محاسبات انسانی نگه می‌دارد. دست سبب ساز و دست سبب سوز. این دست سبب ساز و دست سبب سوز 2 تا واژه کلیدیه که امروز من باهاتون یه ذره عمیق‌تر کار میکنم و یاد بگیرید و ببرید. محاسبات انسانی، شیطان میخواد ما رو در 2 تای 4 تای عقلانی انسانی خودمون نگه داره. در محاسبه خودم، بدونید محاسبه خودم در بسیار از موارد محاسبه اشتباهه. یعنی آقا محاسبه خودمه، نه تو داری میگی محاسبه اشتباه. تعبیر دیگه محاسبه خودم که در مقابل محاسبه الله تبارک تعالی قرار میگیره یعنی محاسبه بگو اشتباه. محاسبه بگو اشتباه. این محاسبه اشتباهیه. یعنی آقا میگه من 2 تا در نظر من میشه 4 تا، 2 تای خدا میشه 4 میلیون. خب من قبول ندارم. 4 تای من میشه 16 تا، 4 تای خدا میشه 16 میلیون. من قبول ندارم. ترس با شما چیکار میکنه؟ خدا رو به اندازه محاسبات انسانیتون کوچیک میکنه. شما دیگه تو کتت نمیره. من هر چی میگم درست میشه تو کتت نمیره. میگه آقا چه جوری درست میشه؟ آقا تو هم ساده یا چجوری درست میشه؟ ما 2 تا 4 تا کردیم پولمون نمیرسه ازدواج کنیم. ما 2 تا 4 تا کردیم نمیتونیم بچه دار شیم. تو چجوری میگی درست میشه؟ از کجاتون میارید شما؟ از آیات قرآن میاریم ما. این که میگم درست میشه یعنی محاسبه الهی رو من دارم مد نظرم گرفتم. وگرنه محاسبه خودت یعنی کوچیک کردن خدا. ببینید خدا به اسباب این عالم اثر داده. خود خدا به اسباب این عالم اثر داده. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا من لباس تنمه به لباس اثر گرم شدن داده. خدا داده. غذا میخورم، خدا به غذا اثر سیر کنندگی داده. آب می نوشم، خدا بهش اثر داده. دارو مصرف میکنم، بابا درمان و شفا رو خدا توش اثر میذاره. مثلا تو طول تاریخ شما ورق بزنی مواجه میشی با خیلی از اوراق عجیب و غریب و اتفاقات عجیب و غریبی که خدا به اون سبب اثر نداده بود. معاویه چرا هرچه میخورد سیر نمیشد؟ هیچ وقت آب نجس رو نمیتونید طاهر کنید. حالا سریال بسازید. خدا اثر سیر شدن رو از غذای معاویه گرفته. ابو علی سینا میدونستی چجوری مرد؟ خودش کشف کرد دارو و درمان قولنج رو. خودش به همین درد قولنج از دنیا رفت. آقا خودت کشف کردی، خب بزن درستش کن، بلند شدی. هرچی میزنم نمیگیره. میفهمی؟
هرچی میخورم درست نمیشه، میفهمی؟ هرچی میپوشم گرم نمیشم، میفهمی؟ من پول رو میخواستم برای آرامش، شاید خدا در بعضی از اموال شما آرامش رو قرار بده. ببین چی کار کردیم که از بعضی از پولها، برکت رو نمیخوام بگم، آرامش رفته. حاج آقا هرچی در میارم آرامش پیدا نمی کنم، میفهمی؟ میفهمم رفیق. پس خدا اثر داده به وسائل. یه موقع خودش اثر رو میگیره دیگه، اون وسیله اثر بگو. دست سبب ساز خدا دقیقا همینی بود که الان بهت گفتم. دست سبب ساز خدا یعنی چی؟ یعنی خدا این سبب رو ساخته تا تو از مجرای این سبب بری و اثر بگیری. دست سبب ساز دیگه. تو میخوای دکتر بشی باید 20 سال درس بخونی، میخوای مجتهد بشی باید 40 سال استخوان خورد کنی، میخوای نمیدونم پولدار بشی باید کار کنی. این میشه دست سبب ساز خدا. سبب رو گذاشته و شما میری از طریق سبب اون بهره رو میگیری. دست سبب ساز خداست. محوطه اعمال انسانی ما باید در دایره دست سبب ساز خدا باشه. یعنی چی؟ یعنی وظیفت رو انجام بده، وظایفی که خدا بر ما تعیین کرده. اگه مریض شدی باید بری دکتر، اگه گرسنه شدی باید غذا بخوری. محوطه اعمال انسانی و وظایف انسانی ماست، دست سبب ساز خدا. اما وسط اما که یک دست سبب سوزی هم هست. این دست سبب سوز خدا چیه؟ این دست سبب سوز خدا یعنی همون لحظاتی در زندگی که سبب رو از وسط برداشت، گو کارتو من خودم حل میکنم، خودم درستش میکنم. ما قرار بود برای حفظ قرآن بریم و 5 سال روزی 1 ساعت کار کنیم. خدا میگه من سبب رو بر میدارم. آقای کربلایی کاظم ساروقی به شما قرآن رو هدیه میکنم. آقای موسی زاده‌ای که تو برنامه محفل اومد دیدید؟ ندیدید؟ گفتم کلیپشو بچه‌ها بیارن دیگه. ما گفتیم همه دیدید نیاوردیم. ایشون بیماری اوتیسم داشت، درک نداشت، حواس نداشت. درست میگم؟ بچه رو میگم. اسمشو اشتباه. اسمشو نمیدونستید. اسمش همین بود. آقای موسی زاده بود. ولی با قرآن دیدی چه انسی داشت؟ خدا اسباب رو از وسط برداشت که حالا بشین سر سفره قرآن بفهم. فقط برای موسی زاده میخواد؟ نه. فقط برای کربلایی کاد؟ نه. اصلا دهن باز کنی میفهمه چی میخواد بگی. نه. ببین تمام شما رفقا بزرگواران باید سر سفره دست سبب ساز خدا عمل کنی، اما فکرت تماماً پیش دست سبب سوز خدا باشه. محوطه افکار من چی؟ دست سبب سوز خدا. یعنی چی؟ یعنی تو تلاشتو بکن، زحمت بکش، تا بوق شب هم کار کن، اما بدون که اگر او بخواد یک چشم به هم زدنی تمام مسیر رو میتونی بری. این میشه همون محاسبات الهی. دیگه این تو محاسبات انسانی ما نمی‌گنجه که تو چجوری اوتیست داری، چجوری همه و آقای قاسمیان عمومه رو در میاره میزنه پس سرش. محاسبات انسانی نیست این آخه. این محاسبات انسانی نیست، خدا خواسته. فقط برای ایشون هم نمیخواد، برای تک تک شما که امروز اینجا نشستید و قدم رو چشمای ما گذاشتید. این دست سبب سوزه برای هر کدومتون تو یک موضوع خاصی خدا میتونه در نظر بگیره و براتون بریزه. منتها شبهای وظایف عمرتون رو باید بگذرونید. یعنی ما نمیتونیم بشینیم بگیم منتظر دست سبب سوز خداییم خدا قرآن به ما بده. نه، شما وظیفت رو کامل، جامع، سر وقت، تخصصی، حرفه‌ای انجام بده و بعد منتظر باشی دست سبب سوز خدا هم بیاد. عملیات روانی شیطان اینه که تو رو میخواد ذهنت رو در دستان سبب ساز خدا نگه داره
و بهت بگه دست سبب سوز خدا کیلو چنده. دست سبب سوز خدا؟ من میگم ولی خدا درستش میکنه. میگه هر چی تا الان دیدی همونه، خدا برای چی باید درست کنه؟ چیت به آدمی زادو میخوره خدا بیاد به تو نگاه کنه درستش کنه؟ این کار شیطانه. پس شیطان میاد ذهن ما رو در دست سبب ساز خدا نگه میداره، جایی که باید عمل ما میموند نه ذهن ما. مفهومه؟ پس از این به بعد اگر دیدی یه شبهایی در زندگیتون اومد که داشت طول میکشید، هر کسی یه شبهایی داره تو زندگیش دیگه، یعنی هر کسی یه شبهای سختی، شبهای ویران کننده ای در زندگیش داره که این شبها به ازای بقیه شبهای زندگیش تایم بیشتری ازش میگیره. میگه چرا این شب لعنتی صبح؟ دست سبب سوز خدا اون جایی که شارژ میکنه، اون جایی که ذهنت رو آروم میکنه و میگه اگر او بخواد چی؟ اگر او بخواد چی؟ آخه من یک عمر این زخم کهنه ته کشیده در قلبم مونده. اونجا دست سبب سوز خدا میگه اگر خدا بخواد چی؟ درست نمیشه؟ میدونی؟ پس شیطان میاد نگرد میداره توی دست سبب ساز خدا. حالا اگر فکر من در دستان سبب ساز خدا بمونه چه اتفاقی میفته؟ ناامیدی، افسردگی، بیچارگی، قصه، ترس و انواع و اقسام بیماری های روحی. پس بیماری های روحی از جایی شروع میشه رفقا که ذهنت در دستان سبب ساز خدا گیر کرده. بابا ذهن تو چرا بردی اونجا؟ ذهن جاش در دستان سبب سوز بوده. درک کردید؟ میدونم، چون با سراتون تکون دادید این رو، گفتید به من که گفتید این شبهای طولانی رو من درک کردم و خود بنده که گوینده هم درک کردیم. شبهایی که برای ما بیشتر طول کشید. امیرحسین دریایی حضرت عالی این شبها رو درک کرده. یه شبهایی بوده که تا صبح تو رخت خواب از درد به خودت میپیچیدی و میپیچیدم. حاج آقا هنوز نیومده، اشکالی نداره، میاد رفیق من، منتظرت باش، میاد. اصلا اشکال نداره، چون همه آدما قرار این شبها رو درک کنن. یه نفر مثلا مستریش مریضیه براش، یه نفر همسرشه، یه نفر خانواده همسرشه، یه نفر مسائل مالیه، ورشکستگیه، نمیدونم، یه جوری خدا میذاره خب که شما شبهای طولانی تری رو نسبت به بقیه شبها داشته باشی. امیدت رو اون شبها باید از دستان سبب سوز خدا بگیری که اگه خدا بخواد در یک لحظه تمام غمها تموم میشه. اگر خدا بخواد در یک لحظه زندگی من خنک میشه. اون نسیمی که بر پیکره و هیکل زندگیت بوزه، اون بادی که بر هیکل زندگیت بوزه و تمام اوضاع زندگیت خنک بشه. این کجاست؟ این تو دستای سبب سوز خداست. این شعر خیلی شعر جالبیه، میگه یک روزی باران میبارد، یک روزی باران میبارد، آرام آرام میشوید غمها را، ساحل میگیرد رنگ دریا را، این نیز بگذر. یک روزی باران میبارد، آرام آرام میشوید غمها را، ساحل میگیرد رنگ دریا را، این نیز بگذرد. یک روزی باران میبارد. این میشه دست سبب سوز خدا دیگه، نمیخواد زمزمه کنه اینجا بلند میشن. این میشه دست سبب سوز خدا. یک روزی باران میبارد، نسیم خنک میگیری زندگی. خب پس ذهنتون اگر دیدید از این مسئله فاصله گرفت، چه اتفاقی افتاده؟ درگیر دست شیطان و عملیات روانی شیطان هستید. دشمن زمانی که در خارج نتونه کاری انجام بده، عملیات روانی ایجاد میکنه در ذهنت، در دنیای ذهنت، و میاد در ذهنت غالب بشه، چیره بشه، پدرتو در بیاره و از نفس بندازتت. این کار دشمنه. شیطان چیکار میکنه؟ عملیات روانی ایجاد میکنه. تو که سنت گذشته،
من که 50 سالم شده، با من حرف نزن. از ما دیگه یه سنی گذشته، از ما دیگه یه عمری گذشته، ما که دیگه نمیتونیم، آب از سر ما گذشته، خر ما از کارگی دم نداشت و ما از بچگی اینجوری بودیم. این پس حالا درگیر وهمتون میکنه. ببین چی میگم، خوب خانوما خوب گوش بدن. درگیر، چون خانوم‌ها وهمشون قوی‌تر از آقایونه، درگیر وهمت میکنه با ترس، نگرانی، قصه، نمیدونم دلشوره هایی که در قلبت ایجاد میشه. ترس، دلشوره، نگرانی، قصه کاری میکنه که تو در دستان سبب ساز خدا قرار بگیری و همونجا بگندی، بپکی، مچاله بشی، خدای نکرده بمیری. کار کیه؟ کار شیطانه که تو رو در وهم نگه. مثلا یه آقای وهما اینجوری میشه که میگه مثلا نشستم اینجوری، مامانم نکنه الان بره زیر تریلی، فرزند بچه‌م میگه موقع برم به چک کنم نفس میکشه. اینا وهمه، دلشوره هایی که تو قلبتون ایجاد میشه. میگیری؟ چیکار باید بکنیم؟ حضرت آیت الله فاطمی نیا میفرماد 1 ثانیه در این دلشوره ها بمونید حرامه. گوش نمیدی رفیق من، گوش نمیدی. اشکال نداره. آب بر من میخواستی بیاری؟ عزیزم اشکال نداره، یه بار دیگه برو پیدا میکنی. یه صلوات بفرستید. ممنونم از شما. با همین سر بکشم. یه روزی با همین سر کشیدیم، به ما پیام دادن مگه حاج آقاها از تو لیوان نمیریزن؟ ما گفتیم دیگه اینو میذاریم اینجا. چشم، تو لیوان میریزن. جان کوچولو نمیدونی میری بالا، اینو نبودن و اینا کوچولو بزرگش اوکی بود. خب پس این وهمه. حالا من یک کوچولو حالا گفت چیکار کنیم و راهکار بدید و خیلی هم آروم به شما یک دستورالعملی میدم و رد میشم. هیچ وقت از من تو سمینارها ذکر یا دستورالعمل ذکرهای عمومی یا دستورالعمل‌های خصوصی اینها از من معمولا دریافت نکردید. یه من تو پرانتز میگم و رد میشم، چون وهم‌هایی که میاد شما میمونی. اولا که راهش اینه که ما از توحید دور شدیم، از خدا دور شدیم. به قول آقای جاودان میگه ترک گناه. راهش اینه که با ترس‌ها در زندگی، ترک گناه‌های شیطان از زندگی دور بشه. اما ایشون فرمود برای مقابله با این دلشوره، ترس، نگرانی، یه سوره یاسین و سوره طه هدیه میکنید به حضرت آیت الله نخودکی، شیخ حسن علی نخودکی. ایشون کمکتون کنه از این ترس ها رهاتون کنه. یاسین و طه این رو. پس وهم ها رو میاره کار شیطانه، نگرت میداره کار شیطانه. شیطان من ملاکو بدم ردشم، چون وقت نیست، 4-5 تا دیگه باید بگم. ملاکو بدم ردشم. هر جایی که دیدید یه مسئله‌ای هست که با دست انسانی 2 تا 4 تای من حل نمیشه و داره منو از پا در میاره که بیچارم کنه، بدون دست سبب سوزی هم هست. نه سبب ساز همون محاسبات انسانیه، تکلیف سبب سوز. دست سبب سوزی هم هست که باید تو پشت این دست یا زیر این دست خدا بازی کنی و این بازی میشه کاملا معنای توحید. پس ترس ها رو باید با این اولین نکتهش که تبعیت شیطانه، ترس به جانت میندازه و کار شیطانه، عملیات روانی شیطانه. صبر کن، شیطان هیچ غلطی میخواد بکنه اتفاقا، اما هیچ غلطی نمیتونه بکنه به شرطی که صبر کنی. حالا درباره صبر و زمان توی سومیش میگم. این ذکرم است. مثلا شما اینو میخواید عکس بگیرید مشکلی نداره. رسول خدا برای فال بد زدن گفت خب فال خوب زدن که میدونید خوبه. میدونید چی اصلا فال زدن؟ فال حافظ نیست، یه چیز دیگه است. تفعول، فال خوب زدن. ما الان اومدیم در یک همایش 600-700 نفری نشستیم. خب حالا اگه خدا منو آورد تو بین این همه باشگاه نماز شبیه، قراره یه لطف خاصه‌ای به قلبم بکنه، قراره دعامو مستجاب کنه، قراره نمیشه فال خوب زدن. مثلا رسول خدا با یکی از سران مشرکین که مواجه شد گفت اسمت چی؟ گفت سهل. حضرت گفت خب پس کارمون آسون شد امروز. به سهلی، آقای سهل خوبی؟ کارمون آسون شد امروز. نمیشه فال خوب زدن. یه فال بدم داریم
که تا به قلبت میفته نکنه مادره رفته باشه زیر تل، نکنه اتفاق، نکنه با این دلار دیگه نتونیم کنیم، نکنه آبمون قطع بشه، نکنه. این نکنه های شیطانی اینه. حضرت فرمود فال بد میزنید این ذکر رو که اینجا نوشته بگید، که منم نمیگم، بگید خودتون. بگیم اللهم لا یؤتل خیر الا انت ولا یدفع سیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک. قرآن ها رو پخش کنید، قرآن ها رو به سر بگیرید. نگاه مونده یه هفته مونده، تو رو خدا با این لحنی که شما اومدی گفتیم شب قدر شد، جوشن کبیر رو بخشیدم. بفرمایید. بله عالی. لا حول ولا قوة الا بالله. تذکر میدن که عالیه. ممنونم. آماده بعدی هستید؟ بعدی چی بود؟ راه نمیگید. راه. آفرین. راه. خطرهای آینده چی؟ از دریچه خاطرات گذشته نگاهشون کن. این جمله شمس و مولانا رو دیده؟ این الهام گرفته از اون جمله است. یادتونه؟ کسی یادشه؟ جمله شمس و مولانا توی این قالب. پس زخم‌های من چه؟ این همون دریچه هایی هستش که از اونها نور وارد می شود. حالا ما خطرهای دنیا چی؟ این که میگم رد شدن خاطرات، الان متوجه شاید نشیده، الان توضیح میدم که اینو بذارم اینجا، اینم که آورده اینجا. خب ببین رفقا بزرگواران، بی ایمانی آدم ها میدونید از دل چی میاد بیرون؟ از دل امنیت. بی ایمانی از دل امنیت میاد بیرون. خب یعنی تا زمانی که حالت خوبه، اوضاع وفق مراده، همه چی گل و بلبله، من چقدر آرومم، همه چی آرومه، نمیدونم من خوشبختم، تو چقدر خوبی، نمیدونم من چقدر خوبم، همه آرومم، بیدینی میکنم. پس بی ایمانی از دل امنیت میاد بیرون. بگو خب. اونجوری هم نگام نکن. بگو خب. اونجوری نه، خوب صاف. خب آفرین. بی ایمانی از دل امنیت میاد بیرون. خدا الان معنیشو میگم، یعنی خدا یه زمانهایی در زندگی نگاهت میکنه، میبینه تا مریضت جواب نشه، دکتر جوابش نکنه، تو با زبون خودت اون استراره رو در خونه خدا پیدا نمیکنی. تا ورشکسته نشی، تا خیانت نبینی، تو با زبون خوش اون استراره رو در خونه خدا پیدا بگو. میگه حالا که اینجوری شد، 2 تا میزنه تو زندگیت، بگی بلا بهت میده، مسئله وارد میکنه، مشکل وارد میکنه. میخواد بفهمی چقدر دنیا ناامنه. چی شد حاج آقا؟ یه بار دیگه بگو. بی ایمانی از دل امنیت میاد بیرون. بعد زمانی که امنیت دورتو گرفت، حالت خوب بود دیگه، جیک جیک مستونت بود، خدا یه 2 تا میزنه بگه حالا خیلی هم امن نیست، خیلی هم خودتو گم نکن، خبری نیست. این 2 تا که خدا میزنه میخواد تو بفهمی که این دنیا یه دنیای ناامنه. این دنیایی که هر لحظه احتمال داره هر بلایی. میگه حالا فهمیدی؟ یا ایها الذین آمنو، حالا به من ایمان بیار، من بهت امنیت میدم، من حالتو خوب میکنم، من درستش میکنم، با هم میریم جلو. چرا داشتی تنها میرفتی؟ فهمیدی پسر خوب؟ فهمیدی دخترم؟ حالا بیا با هم بریم جلو. برگرد، دور بزن، بیا با هم بریم، دستتو بده به من، با هم بریم. داشتم تنها میرفتم، فکر می‌کردم همه چی خوب، گل و بلبل، دنیای خوبی قشنگ. گفتش یه لحظه 2 تا زد، ناامنش کرد، گفت دستتو بده من، با هم بریم. یا ایها الذین آمنو. این مسئله میگذره، این موضوع تموم میشه و دوباره ناامنی زندگیت رو درک میکنی. حالا چی؟ و اما خطرها چی؟ خطرها رو از دریچه خاطرات ببین. من میگم با این حاج خانم یه فیلم بازی کنیم، این موبایل این حاج خانم، تبلت این حاج خانم. میگم حاج خانم
من میخوام یه جای ثبت نام کنم، تو این سایت بلد نیستم ثبت نام کنم، شما اینو ثبت نام میکنی؟ میگه آره من بلدم ثبت نام کنم، بده من سریع برات ثبت نام کنم. خب بلدی ثبت نام، واقعا ثبت نام میکنی؟ میگه آره بابا من هفته پیش نیومده اون سایت، یه سایت دیگه بود برات ثبت نام کردم. به من ایمان نیوردی؟ بعد بلدم سریع ثبت نامش کنم. واقعا بلدی؟ آره بابا بلدم، بده یه لحظه ثبت نام کنم. تو من ایمان نیوردی؟ تو ندیدی دفعه پیش چجوری سایت بدتر از این رو رفتم برات ثبت نام کردم؟ دوباره یه دونه میزنه، دوباره ناامنی رو حس میکنی، ترس رو حس میکنی، غم رو حس میکنی. این دفعه که زده قشنگ معنی تحت اللفظی بکن. این دفعه که زده میخواد بهت قشنگ بگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، آمنو، به من ایمان نمیخوای بیاری؟ به من ایمان نمیخوای بیاری؟ مشکل قبل اونجا بودیم برات حلش کردم، گذشت، تموم شد، تو هنوز به من ایمان نیاوردی؟ تو هنوز ما رو قبول نداری. یا ایها الذین آمنو، آمنو، من بهت امنیت میدم، ایمان بیار، درستش میکنم، با هم هستیم. دستتو از دستای من مثل بچه آدم رد جدا نکن، ما با هم میریم جلو، درستش میکنیم. تو زمانی که دستتو جدا میکنی این دنیا پر از گرگه، پر از ناامنیه. یا ایها الذین آمنو، آمنو، خطرهای آینده چی؟ از دریچه خاطرات ببین. خدا براتون قبلا نساخته؟ به خدا قسم که براتون ساخته. از دل یه سری ترس‌های شما رو بیرون آورده که حتی فکرش رو نمی‌کردید رفقا. یه مثالش رو قبلا تو کانال گذاشتم. اون شبی که مشق‌هات رو ننوشته بودی و صبح با معلم باید مواجه می‌شدی و صبح معلم سختگیر قرار بود پدرت را به معنی حقیقی کلمه و تعبیر دقیق علمی از جا در بیاره. اون مدرسه گذشت، اون تکلیف گذشت، اون معلم گذشت، اون مشق گذشت، ترس ها تموم. خدا میگه بابا مگه قبلا یه سری ترس های شما نداشتید درست شد؟ مگه یه سری ترس های شما نداشتید که درست شد؟ نمیخوای به من ایمان بیاری؟ پس این معنیش خاطرات گذشته یعنی چی؟ یعنی این خدا رفقا همون خداییه که موسی بن عمران برای خانواده‌اش رفت در وادی سینا که آتش و هیزم بیاره، او رو با نور امامت برش گردوند. یعنی خدا همون خداییه که رفقا بنی اسرائیل رو از وسط دریا یه جوری ردشون کرد که یک قطره آب به لباس اینها نچکید. یعنی این خدا همون خداییه که وقتی یعقوب نبی نابینا شد با برگردوندن یوسف فقط آرامش رو به قلبش برنگردوند، بینایی چشمهاش رو هم دوباره بهش داد. یعنی این خدا همون خداییه که زکریا در دل پیری، در دل ناامیدی میگه سنی از ما گذشته، بچه دار نمیشیم، خدا بهش یحیی رو هدیه کرد. زکریا همه چیزم تمام نشده بود. یعنی این خدا همون خداییه، بازم میگم باشه میگم، یعنی این خدا همون خداییه که یوسف رو از دل چاه و زندان، از دل چاه عزیزه. یعنی این خدا همون خداییه که چاقوی دست ابراهیم رو کند کرد تا گلوی اسماعیل سالم بیاد بیرون و در ادامش. و این همون خداییه که تو در خطر قبلی زندگیت سالم گذروند. بهش ایمان بیار.